идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. шунавандагони азиз, ҳоло аз силсилаи хониши бадеӣ достони устод Садриддин Айнӣ дохундаро шунавед. гуфтори 39. فصل دهم. قشلاق نو. قشلاق به تازگی بنا یافته باشد هم خیلی کلان بود. مهاجران غرمی، دروازی، خوجندی، اوراتیپگی و فراهانگی و دیگران در آنجا جای گرفته بودند. برای هر خانواده خانه و جای جداگانه باشد هم مالخانه، کاه و بیدخانه، انبار ذخیره حاصلات، انبار آذوقه هر روزه، انبار و سرای اسباب کشتکار مشترک بودند. در میان جای قشلاق مکتب، کلوب، قرائتخانه، اداره‌خانه، چایخانه سرخ، دکترخانه، اگرونامخانه، حمام و دکان کوآپراتیو برای عمارت‌های جماعتی بنا یافته بودند. در یک طرفی عمارت‌های جماعتی باغچه عمومی سبز و خرم با نهال‌های دو سبزه نوخیز خود چشم بیننده را نور می‌داد. داخونده و گلنار پس از یگان از نظر گذرانیدن عمارت‌های قشلاق به چایخانه سرخ آمده چای فرموده، به بالای کت دستهای خود را به زیر گوشهای خود راست مانده، روبروی هم یک پهلو یازیدند و چاینیک چای را در میانه گرفته به چای نوشی در آمدند. چایخانه از آدم خالی بود، بغیر از 2 نفر چایخانه دار و 1 نفر پیرمرد چایخور که پایهای خود را آویزان کرده و کلپوش را به زمین گذاشته به لب کت نشسته بود. دیگر کسی به نظر نمی نمود. پیرمرد چای چانیکی در پیشش بوده را به 2 پیاله ریخته. 1 چانیک چای دیگر بیار گفته سماوارچی را صدا کرد. سماوارچی چانیک چای را آورده به پیش مرد نهاده. بابا صابر، چرا در چای نوشی اینقدر شتاب میکنی؟ چای را دم داده آهسته آهسته نخوری هیچ مزه نمیدهد. به میدان نمور 1 آب سر داده آمدم. باید قریب پر شده باشد. زودتر رفته آب را به میدان دیگر راندنم در کار است، گفت پیرمرد و چای سازوار شده پیاله ها را بالای هم فرو برده دیگر باره باز پیاله ها را پر کرده ماند. این پیرمرد خیلی به غیرت می نماید، گفت آهسته داخونده به گلنار. باید 60 سال عمر داشته باشد. با این سن سال اینقدر کار دوستی که قریب است چای جوشان را گرماگرم به گلوی خود ریخته زودتر از پی کارش رود. حقیقتا نشانه غیرت است، گفت گلنار. با این پیرمرد شناسا شدن در کار است گفته داخونده از جای خود نیمخیز شد. بابا، نام تو بابا صابر است؟ گفته گپ پرتافت. ها، گفت پیرمرد و پیاله ها را 1 بار دیگر خالی کرده باقی مانده چای را به آنها ریخت و کلپوش خود را به سر پوشیده هنوز پیاله های آخرین را خالی نکرده به رفتن تیار شد. مگر میخواهی زودتر به سر زمین روی؟ اگر ممکن باشد ما را هم با خود ببر، کشت های شما را تماشا کنیم، گفته داخونده از بابا صابر التماس کرد. پیرمرد بسیار خوب گویان پیاله های آخرین را هم در کشید و از جای خود خیسته. اگر خواسته باشید روان شوید، گفت. داخونده و گلنار که هنوز 1 چاینک چای را خالی نکرده بودند به شوق تماشا چایشان را نیمکاله مانده با پیرمرد به راه در آمدند. فصل 11. کلخاس. پیرمرد شتابکارانه راه می رفت. داخونده و گلنار هم از دنبالش گویا که می دویدند. داخونده با نیت اینکه پیرمرد را به گپ گرفته قدری از تیزروی هایش باز دارد تا که خودش هم آهسته تر راه رفته اطراف را تماشا کرده تواند، گفت بابا صابر، این قشلاق با این آبادی چرا بی آدم است؟ بچه، مگر از شهر نآمده ای؟ گفت و پس از آن 1 رویتر شده به طرزی که گویا با 1 پهلو راه می رفته باشد
روی خود را به طرف داخونده گردانده، لیکن از راه باز نایستاده گفت: اهل قشلاق ما همگی اعضای کلخازند. 200 گکتر زمین آبی، تخمینا 300 گکتر زمین للمی به کلخاز ما نگاه میکند. میدانی 1 گکتر زمین چقدر میشود؟ 1 گکتر قریب به 4 تناب. 1 به 1 زمین برابر می آید. انا کار کردن به همین قدر زمین را اهل قشلاق به گردن گرفتند. کارها موافقی قرار جماعت در میانه اعضاها تقسیم شده است. هر کس باید از روی رسمه، نورما، کار هر روزش را در وقت و ساعتش ادا کند. هر کس که بیشتر کار کند همان قدر هم بیشتر مزد میگیرد. بنابراین همه مردم روزانه به سر کار خود می روند و بیگاهی به قشلاق می آیند. به تو کدام کار را دادم؟ داخونده پرسید. به من آبداری و آبرانی 1 قسم زمینه های آبی را دادند که از روی نشانداد راهبر هر روز به چند میدان پختکاری یا علف یونچقه و یا سبزواتکاری آب می دهم. مگر در کلخاز شما از تو جوانتر کس نبود که این کار زور را تو به گردن گرفتی؟ اول آنکه من در بابت کار کردن از هیچ جوان خود را کم نمی دانم. حتی از بعضی جوانانی که از این پیش کارشان دهقانی نبود و از بیکاری به کلخاز آمده اعضا شدم، خودم را کارکنتر گمان می کنم. مگر مسئله پیرچه پیخ زند، جوجه ریغ زند را که در همین موردها گفتند نشنیده ای؟ دویمان که در کلخاز ما سبکترین کارها کاری آبداری است. هرچه من خودم را از بابت کار هنوز پیر نشمارم هم، جوانان موسفیدی مرا رعایت کرده همین کاری سبک را به من حواله کردند. یک خودت به تنهایی جویها را چگونه بند و گشا میکنی؟ صبر کن. در سر آب رویم. از دولت کلخاز چگونه با آسانی بند و گشا کردنی بابا صابر را میبینی؟ گفت پیرمرد و دیگر به گپ پرسی های داخونده مجال نداده، سینه خود را به رفت راه راست کرده به چالاکانه قدم زدن در آمد. داخونده و گلنار هم از دنبال او می رفتند. دو طرف راه پیاده‌گرد را که اینها می رفتند میدانهای کشتی پخته فرا گرفته بودند. یک باغبان هنرمند یک پلچه زمین را به چه آب و رنگ ساز کرده ریحان شنانده تواند، این میدانهای وسیع هم به همان آب و رنگ کشتزاری پخته شده بودند. میدانهای کشت همگی هموار و همروی همدیگر بوده با راشهای رجگی راست رو از همدیگر جدا می شدند. در میانه های میدان های جوی ها را چنان کشیده بودند که هر کدام آن میدان ها را به آسانی آب دادن ممکن بود. در کنار جوی ها نهال های نوخیز سبزیده باشند هم از بس که هنوز پهلو گشاده بسیار سایه‌دار نشده بودند، از تابش آفتاب مانند جدول سیمین تافتن آب روان را مانع نمی شدند. نهال های پخته با بلندقدی و پهلوداری خود از غوزه‌پایه بیشتر به گلبوته های 5 سبزه مانند بودند. در فرغانه و بخارا بر این جاهای پختکاری کهنه زمین های پخته از خشاوه نبرآمده باشند هم در اینجا از گل برآمده به کورک بستن در آمده بودند. پیرمرد همراهان خود را: شما راه راست رفتن گیرید، من این میدان را دور زده به شما میرسم. گویان خود در میانه 2 میدان از بالای راش دوید و در 4 زوم 4 طرف میدان را دور زده به لب جوی برآمد که داخونده و گلنار هم آهسته آهسته قدم مانده اکنون به آنجا آمده بودند. این میدان پر شده است. اکنون باید آب را به میدان نمور 2 سر دهم. گویان به پیش درغات آمد. تخته درغات را که یک چکر هم آب را به پایان گذاشتن نمی ماند از دستش داشته کشیده گرفت و به درغات دهنه زمین که وی هم به اندازه درغات جوی ساخته شده بود همان تخته را گذرانید. به طرز آب بسته شده بود که یک چکره هم از زمین پس نمی گشت. بعد داخونده که همه این کارها را به نظر تحسین تماشا کرده ایستاده بود گفت: دیدی بابا صابر، از دولت کلخاز چگونه با آسانی آب را بند و گشا کرد. در آبداری به طرز کهنه ما 4 نفر کارکن زبردست در کار بود که با بیل و کلن این آب را بندد.
و 2 نفر همیشه در سری بند نشینند تا که ناخواست بند را آب کوفته نرود. زیرا در آن صورت آبی دم کرده زد رفته را 10 کس هم بسته نمیتوانستند. به بالای این اطراف جوی و زمین ویران و درون جوی پرلای خاک میشد که برای کوفتن وی هم دهقانان چند روز کار میکردند. حالا 1 نفر بیان که 1 کلن زند و 1 کف خاک را به جوی اندازد، این چندین گکتر زمین را آب میدهد. در جویکاوی هم تنها برای پاکیزه کردن لایه‌های سیلابی بهاری و هم سال 1 بار مجبور میشویم. از بس که همه جویهای نو برآورده امان را تکنیک ها سرنشیب ساختند، در وقت سیلاب هم آنقدر لای در تگ جوی نشسته نمیماند. پیرمرد پس از آن که آب را به میدان نمره 2 سر داد، به مهمانان خود گفت: چند ساعت دیگر فرصت دارم، اگر خواسته باشید کشتهای دیگری کلخازی را هم نشان دهم. داخونده و گلنار: کور چی میخواهد؟ 2 دیده بینا گویان این تکلیف پیرمرد را قبول کردند. سیاحان به راه در آمدند. بعد از کشتزار پخته میدانی وسیع را یونچخزارها و سبزواتزارها می گرفتند. پیرمرد این کشتها را نشان داده گفت: این کشتها به بالای اینکه احتیاجهای اعضاهای کلخاز و حیواناتش را ادا می کنند، برای کشتی پخته سال آینده زمین را قابل تر و طالب تر کرده می رسانند. در این کشتزار گروهی از زنان علفهای بیگانه سبزی و پیاز بر این سبزوات‌های نازک را دستکش می کردند. مردان باشند زمین‌های خربوزه و تربوز را ورقانی، کارتوشکه‌ها را کلنگردانی می نمودند. گروه دیگر از مردان علفهای یونچقه را درویده برای بیده پهن می کردند. گروه دیگر بیده‌های خشکیده را پریس کرده تای می بستند. سیاحان از پیش اینها در جوابی مانده نشوید خود به شنیدنی سلامت باشید قناعت کرده گذشتند. زیرا وقتی کار آنها زیاده از این به آنها گفتگوزار کردن را گنجایش نمیداد. در پایان کشتزار و زمینهای کارم میدان وسیعی را که هنوز میته چیمتال بود، تراکتوررانان با گاوان آتش نهاد آهن بنیاد خود کار می کردند. زمین را می راندند، علفهای بیگانش را ریشکاو کرده می برآوردند. پیرمرد گفت: این میدان امسال شدگار شده آفتاب خورد، در سال آینده پخته را از میدان اولی هم بهتر و خوبتر خواهند رسانید. پس از این میدانهای پست و بلند ناهموار سر می شد. در آنجا در میان علفهای خودروی بیگانه مالهای کلخاس می چریدند. داخونده و گلنار تماشا را تمام شده پنداشته خواستند به قشلاق برگردند. پیرمرد گفت: اگر مانده نشده باشید باز کمتر راه رویم، به میدان للمیکاری می رسیم که آنجا هم به کلخاز ما نگاه می کند. مانده شدن در کجا؟ داخونده گفت: ما هر قدمی که می مانیم قوتمان زیادتر می شود. به دماغ و شوش ما که 3 سال باز در هوای ناباب شهرها با کار کردن فکری کوفته شده است، هوای صافی رو افزای اینجا در هر نفس کشیدن یک قوتی تازه می بخشد. راه بسیار دراز نکشید. بعد از نیم ساعت به میدان فراخی که در بالای قطار تلهای پهناوری بود رسیدند. پیرمرد گفت: از بس که در این جاها حاضر آب برآوردن ممکن نیست، با کشتی للمی مجبور شدیم. اگرچه جو و گندم های این میدان را درویده گرفته باشند هم زغیر، کنجید، ماش و نخود بر این کشت های للمی دیگر زموردوار نشیب و فراز این قطار تلها را زینت می دادند. در بعضی جاهای این تلها به طریق تجربه پخته را هم به طرز للمی کشته بودند. پیرمرد به ساعت کیسگی خود نگاه کرده گفت: باید میدان نمره 2 قریب از آب پر شده باشد. اکنون برمیگردیم. سیاحان با راه آمدهشان بازگشتند، اما پیرمرد در بازگشتن به چیده چیده قدم پرتافتن میهمانان خود نگاه نکرده شتابکارانه به راه در آمد و در یک چشم پوشیده گشادن از نظر همراهان خود غایب شده به سر میدان نمره 2 رفت. فصل 12 عنصر. در قشلاق نو برای به شهر گسیل کردن داخونده و گلنار که
3 ماه باز در اینجا در راه باسواد نمودن اعضاهای کلخاز و دیگر کارهای فرقگی و جماعتی کار می کردند تیاری می رفت. داخونده و گلنار هم در باغچه عمومی بروی نیمکت نشسته امروز آخرین بار این باغچه را که با وی اونس گرفته بودند تماشا می کردند. در همین وقت یک موی سفیدی که تخمینا 60 سال عمر داشت و برای خود را از بودش هم زیادتر پیر نشان دادن به دست خود عصایی گرفته قد خود را خم کرده نفس کشان آهسته آهسته قدم می پرتافت. از یک طرف باغچه نمایان شده به طرف داخونده و گلنار آمدن گرفت. وقتی که به پیش آنها رسید سلام داده گویان نفس خود را راست کرد، اما قامتش همچنان خم بود و پس از آن که به داخونده چشمان خود را تیغ کشیده قدر نگاه کرده ایستاد گفت پسرم یادگار، مگر مرا نشناختی؟ داخونده پس از آن که سر تا پای این پیرمرد را از نظر گذرانید نه نشناختمت گفته جواب داد. نشناسی هم درست است، پیرمرد گفت. اول آن که قریب 20 سال است که یکدیگر را ندیده ایم. دویم آن که تو یک آدمی کلان حکومت شدی، ملا شدی، زکندان شدی، بلشویک شدی. اکنون ما بر این پیرغلام ها را نظرت نمیگیرد. بیاته این گپ های برزیاد را مان. گویی که تو مرا کی باز میشناسی و من تو را در کجا دیدم؟ من به تو پدرشناس هستم. وقتی که رحمتی پدرت به در خانه عظیمشاه بود هر کارش را با مصلحت من میکرد. من همان قدرتی سماوارچیم که در وقت بندی شدن تو به تو پول قرض داده از زندان سری جای خلاص کرده بودم. اکنون شناختمت گفت داخونده و به گلنار نگاه کرده. راست میگوید، بابا قدرت به من بسیار نیک کرده است. در غیب من به من هر 20 تنگه را در هر اذان به 1 تنگه به فایده داده مرا از زندان خلاص نموده است. به تو همین کس قدردان پدرشناس است. تو را برای حاکم خواستگاری کرده خیلی نیک کرده بود. پیرمرد های مگر این دخترم گلنار است؟ بسیار نقص. و به گلنار نگاه کرده. دخترم گلنار، به تو هم نیک کرده بودم. تو را از دره آورده به پیشگی خانه حاکمی ولایت بیکه کرده شنانده بودم. امروز تو هم نیکی خود را از من دریغ ندار. گفته از وی هم التماس یارمندی کرد. خب حالا چی کار کرده گشتی؟ و به من چی میگویی؟ گفت آخونده. من در اصل یک آدمی نابوده بودم. به در قاضی خانه ها و حاکم خانه ها سماوارچگی کرده و به محتاج شدگان 5 و 10 قرض داده روز میگذرانیدم. پیرمرد آهی کشیده به سخن خود دوام کرد. اکنون آن دورها را آب برد. به یک لب نان هر روزه محتاج شده ماندم. اکنون میخواهم به کلخاز درآیم و موافقی حال کاری کرده نان خورم. اما تو عنصر گفته مرا به کلخاز قبول نمی کنند. تو که امروز یک آدمی کلان شده ای و هر کس تو را عزت و حرمت می کند، چی می شود که به من قدردانی کرده واسطه شوی مرا هم عنصر پنصر نگفته به کلخاز قبول کنند؟ داخونده اگرچه با شناختن این پدرشناس خود کارهای این آدم به یادش آمده خیلی خشمگین شده باشد هم از عنصر پنصر گفتنی وی خنده خود را نگاه داشتن نتوانسته. معنی عنصر پنصر گفتنتان چیست؟ گفته از پیرمرد پرسید. من کی میدونم؟ معنی این گپ‌های عروسی را از صابر که وی هم در وقتهای بدر خانه عظیمشاه بودنش با من قدردان بود. معنی عنصر را پرسیدم گفت معنی این گپ تو دشمنی مینت کشان گفتن است. گفت مگر صابر هنوز زنده است؟ ها زنده است. در وقت اصلاحات زمین به یک قسم زمینی عظیمشاه صاحب شد و فاطمه نام دخترخانه بای را که وی هم به یک قسم مال ملک خوجین صاحب شده بود به زنی گرفت. حالا اینجا کوچیده آمده به همین کلخاز اعضا شد و در همین جا زندگانی می کند. فاطمه هم اینجاست؟ گفته داخونده تعجب کرد. چند وقت باز نمی نمود. دیروز به خانه صابر رفته بودم آنجا دیدم.
خودی عظیم شاه چی شد؟ گفته داخونده گپکاوی کرد. پیرمرد پس از آهی کشیدن گفت بیچاره بای، در اولهای انقلاب دلکف شده مرده بود. پسرش در درواز به باسمچیان کلان شده بود است که وی هم در وقتی دست درازی کردنش به یک دختر شغنانی با تیر یک تاجیک فدایی کشته شده است. از این سخن پیرمرد به لبان داخونده یک تبسمی غرورآلود پیدا شده باشد هم از چشمان گلنار اندکی درخشندگی خشمگینانه نمایان گردید. اما پیرمرد که همه هوسش در فکری راه یافته به کلخاز در آمدن بم بود، این جاهای کار را پی نبرد. داخونده به پیرمرد گفت ما امروز شهر رفتن میخواهیم. به ما خانه صابر را نشان ده و ای را بینیم. از وجه تو هم به وی گپ زده میمانیم و چگونه آدم بودنی تو را به وی خوب میشناسانیم. پیرمرد از پیشترش قدر بردمتر شده خوب گویان پیش در آمد و اینها را در کنار قشلاق به خانه نوی که به ترتیب اروپایی بینا یافته بود برده. صابر، انا آشناهای کهنت را یافته به تو واسطه کرده آوردم. اکنون انصر پنصر نگفته مرا به کلخاز درار. گویان داخونده و گلنار را به خانه در آورد. همین که چشم داخونده به صابر افتاد. بابا صابر، اکنون دانستم که تو همان امک صابری خودم بودی. گویان خود را به بغل وی انداخت و پس از بوسیدن و سرورشی وی فاطمه بیگم را که از این احوال در حیرت افتاده مانند صورت دیوار به کنج راست ایستاده بود دیده. میبخشی بیگم، همین سال تو را دیده در حق تو چقدر فکر کرده باشم هم کی بودنت را به یاد آورده نتوانسته بودم. هرچی امروز دوی شما را در حالتی که تمام میشناسم دیدم. اما بابا صابر و فاطمه بیگم هنوز از احوال بیخبر بودند و هنوز کی بودند و چگونه با خودهاشان آشنا بودن این طلبه را نمیدانستند. قدرت سماوارچی به پرسکاوی آنها فرصت نداده. مگر نشناختی صابر؟ این یادگار پسری اکبازار است و این هم بخشیده ای اوست. گفته داخونده و گلنار را به وی شناسانید. بابا صابر پیش از آن که مهمانان خود را خوش آمدید گوید به قدرت نگاه کرده. خوب کرده که اینها را آورده به من شناسانیدی. من از این وجه از تو خرسند هستم. لیکن خودت خوش آمدی. زودتر از خانه من برو و من بعد پیش من نیا که من نمیخواهم با تو بر این عنصرهای بیگانه هم گپ شوم. گفته از درش تیله داده برآورده پیش کرد. قدرت در وقتی که از در می برآمد به طرف داخونده نگاه کرده. پسر هم یادگار گویان به زبان حال از وی امید یاری کرد. اما دید که داخونده خود را به نادانی زده رویش را به طرف فاطمه گردانده به گپ مشغول شد. اوف نان و نمک عظیم شاه از جگرتان زند گویان از حولی برآمده رفت. فصل 8، جمهوریت هفتم. در سال 1929 آخرهای ماه اکتبر در کلوب قشلاق نو زن و مرد پر نشسته بودند. پس از آن که دسته هوسکاران مکتب قشلاق با راهبری معلم 10-12 نمره کنسرت دادند، مردم برای غزلخوانی و دکلماتسیگویی یکدیگر را تکلیف کرده به صحنه برآوردند. نقش گویاندند، رقص کناندند. در آخر مجلس کسی از گوشه تکلیف دارم چی می شود که مهمانان عزیز ما رفیقان بازارزاده و گلنار که امروز از ما جدا شده برای دوام کنانیدن تحصیل خود می روند یگان نمر نقش گویند و ما را خرسند کنند. گفت. از هر طرف صدایی میپرسیم قرصک بلند شد. داخونده گفت من این تکلیف را برای خرسندی یاران قبول میکنم. یک ترانه آب نرسیده هم دارم که در سمرقند از یک شاعر تاجیکی به تازگی گفته بود است نوشته گرفته بودم. لیکن برای خواندن این ترانه یک شرط دارم. رفیقان بابا صابر و فاطمه بیگم که با ما در زمان کهنه در یک خانواده مشزور برابر ستم میکشیدند و سالها از یکدیگر دور افتاده امروز همدیگر را یافتیم، در این ترانه‌گویی با ما همراهی کنند. از هر طرف صدایی میپرسیم برآمد.
در زیر چپکزنی های بسیار داخونده گلنار، بابا صابر و فاطمه بیگم به صحنه برآمدند و پس از 15 دقیقه تیاری پرده برداشته شد. صدای قرصک دور و دراز در و دیوار کلوب را در لرزه آورد. داخونده با دست خود اشاره کرده قرصک را به زور خوابانید و 4 کسه به ترانه خوانی در آمدند. ما کم بغلانیم به هر گونه بهانه، از دست زمانه هر تیر ستم را که همی گشت روانه، بودیم نشانه. ما کم بغلانیم که آسوده نگشته، در عهد گذشته گشتیم بسی در بدر و خانه به خانه، هم سرسریانه. ما کم بغلانیم که بی جامه و بی جای، در بندگی بای کردیم بسی مهنتی طاقت شکنانه، روزانه شبانه. هر ساعت و هر ثانیه آماده مردن، زولانه بگردن، زنجیر به پا، تیغ به سر، چوب به شانه، زندان کنخانه. آخر ز تنی ما، ز دلی ما، ز سری ما، هم جگری ما، زد آتشی پرشوله پرشور زبانه، آشوب گرانه. زین آتشی پرشوله ما کهنه جهان سوخت، در بار شهان سوخت، هم قاعده کهنه بیدادگرانه گم شد ز میانه. ما کم بغلانیم که این وادی و این دشت، کردیم چو گل گشت، هرچند که پنداشته بودند فسانه، ارباب زمانه. با شوق گذشتیم به کلخاز و کمونه، در شکل نمونه، از زندگی یکگی سرسریانه، آسوده دلانه. این مهنتی پرمنفیت، این همتی سنگین، شایسته تحسین، گوییم سازد از ظفر خویش ترانه، با چنگ و چغانه. با چپکزنی های پرجوش و خروش کنسرت به پایان رسید. اما پیش از آن که تمام شدن مجلس اعلان کرده شود، رئیس کلخاز در صحنه نمایان شده گفت: رفیقان، من به شما یک واقعه بسیار کلانی را که در پیش ما و شما و همه مهنتکشان تاجیکستان وظیفه های بسیار مهمی پر جوابگری را می گذارد و حاضر از پشت دوشنبه گرفتم اعلان می کنم. انجمن سیوم فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان که در 15 اکتبر گشاده شده بود، طلب عامه مهنتکشان تاجیکستان و پیشرفت احوال اقتصادی آن را در نظر گرفته، به واسطه ازبکستان به صفت جمهوریت هفتم به هیئت SSSR در آمدن جمهوریت اجتماعی شورای تاجیکستان را قبول کرده است. قرصک زنی ها زنده باد جمهوریت هفتم SSSR. یک اعلان مهم دیگر: وکیلان انجمن به شهر دوشنبه استالین آباد نام دادن را طلب کردند که این طلب هم از طرف انجمن با یک آواز قبول کرده شده است. با قرصک زنی ها مجلس تمام شد. شما گفتار 39 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.